سلام به همه باغدارای حرفه‌ای. اگه دنبال این هستید که محصولتون رو صادر کنید و یه سود توپل به جیب بزنید، جای درستی اومدید. امروز میخوام یه برگ برنده بهتون نشون بدم که کلاً بازی صادرات رو براتون عوض میکنه. تا حالا از خودتون پرسیدین چرا با این همه مدل کیوی که تو دنیا هست، صادرکننده ها و سردخونه دارها فقط و فقط یه اسم رو تکرار میکنن؟ داستان چیه؟ انگار یه راز این وسط هست، نه؟ خب بریم که این راز رو با هم کشف کنیم. بخش اول میریم سراغ پادشاه کیوی ها. کیه این سلطان و چرا هیچکس حریفش نیست؟ این اسم رو قشنگ به خاطر بسپارید. هایوارد. ببینید تو دنیای صادرات هایوارد یه گزینه روی میز نیست. خود استاندارده، یعنی حرف اول و آخر رو فقط همین میزنه. تمام. حالا این هایوارد معروف چی داره که انقدر خاصش کرده؟ بریم سراغ اصل مطلب. میخوام رازهاشو براتون فاش کنم. آماده این؟ بزن بریم. اول پوستشه. فکر کن میوه‌تون یه زرهه فولادی طبیعی تنش کرده. یه سپر محافظ که انگار برای جنگیدن ساخته شده. این پوست و کلفت کارش چیه؟ اول اینکه جلوی ضربه و له شدگی موقع حمل و نقل رو میگیره. دوم، رطوبت رو داخل میوه زندانی میکنه. پس دیگه خبری از چروک شدن و کم شدن وزن نیست. نتیجه، میوه شما از باغتون تا بازار هدف اون سر دنیا تکون نمیخوره. کیفیتش تضمین شده است. ولی صبر کنید، داستان فقط پوستش نیست. بریم سراغ راز دوم که توی گوشت میوه است. یه چیزی که مثل سنگ محکمه. این گوشت سفت و محکم یعنی چی؟ یعنی دیگه با کیوی شل و ول و له شده باید خداحافظی کنید. هایوارد میتونه ماها توی سردخونه بمونه و آخ نگه. انگار همین دیروز از درخت چیدیش. همیشه سفت، خوشقیافه و آماده است که دل مشتری رو ببره. و اما راز سوم، این یکی دیگه واقعا عجیبه. آماده اید؟ هایوارد هرچی بیشتر توی سردخونه میمونه خوشمزه تر میشه. آره درست شنیدید، طعمش بهتر میشه. این یعنی چی؟ یعنی این میوه انگار از اول برای صادرات طراحی شده. وقتی از سردخونه در میاد و میرسه به دست مصرف کننده، دقیقاً به اون طعم ایدئال ملس، یعنی همون تعادل بین شیرینی و ترشی رسیده. همون چیزی که مشتری براش پول میده. حالا میرسیم به قول آخر. مهمترین راز و برگ برنده اصلی هایوارد ماندگاری دیوانه وارشه. این همون ویژگیه که کل معادله رو به نفع شما تغییر میده. بذارید خیلی رک بگم. این میوه رو ساختن برای انبارداری طولانی و صادرات. همینو بس. تمام قدرتش توی همینه. خب این همه از ویژگی‌های خفنش گفتیم. حالا سوال اینه. اینا تهش برای شما چی داره؟ جواب یک کلمه است. پول. بریم ببینیم هایوارد چطوری سود شما رو تضمین میکنه. فقط یه لحظه تصور کنید. یک کیوی معمولی رو اگه سریع نفروشید شل میشه و مجبورید زیر قیمت ردش کنید. بازار براتون تصمیم میگیره. اما با هایوارد شما ماها وقت دارید. میوه سفت و عالی میمونه. یعنی چی؟ یعنی قدرت دست شماست. شما تصمیم میگیرید کی و با چه قیمتی بفروشید. شما به بازار دستور میدید، نه بازار به شما. چندین ماه فکرشو بکنید. این یعنی انعطاف پذیری کامل، یعنی قدرت مانور. و تهش یعنی چی؟ سود بیشتر. خیلی ساده. و اما بخش آخر، هایوارد یه سرمایه گذاریه، یه گنجه. حالا چطور باید از این گنج محافظت کنیم تا به سلامت به مقصد برسه؟ ببینید، هایوارد مثل یه الماس تراش نخورده است. سردخونه حرفه‌ای همون جاییه که این الماس تراش میخوره. اون کنترل دقیق دما و رطوبت ارزش واقعی هایوارد رو بیرون میکشه و سود شما رو چند برابر میکنه. پس فرمول موفقیت خیلی ساده است. قدم اول، هایوارد با کیفیت تولید کن. قدم دوم، بده دست یه سردخونه کاربلد. قدم سوم، تو بهترین زمان و با بهترین قیمت بفروش. همین 3 قدم شما رو به سود حداکثری میرسونه. و حالا این سوال رو از خودتون بپرسید. باغ من برای ورود به بازی بزرگ صادرات آماده است؟ یادتون نره، همه چیز با یه انتخاب درست شروع میشه و اون انتخاب هایوارده.